برنامه نوبتی صحیفه تاریخ از مکان مقدس و سراپا علم و ادب، خانه شعر و کلام، استان معرفت و فرهنگ، خانه موزه نقیب خان طغرل آماده شده است. طغرل پیوندان همان شخصیتی بزرگ خواجه احرار ولی است که تا امروز که از اولادانی همین خواجه احرار در همین دهی زاسون مسکن گرفته، از طغرل از همین اولادی بزرگ است که با بابایش خواجه احرار و از خواجه احرار با محمد نامی بغدادی و با واسطه این شیخ بزرگ به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این اولاد رفته میرسد. از روی سجری اولادی چنین تاریخ دارد. نقیب خان طغرل از اولاد خواجه احرار ولی بوده، یکی از شاعران با استعداد و رنگین خیال آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 به شمار می رود. نقیب خان سال 1865 در دهه زاسون تومان فلغر ناحیه عینی از خانواده شخص دولتمند و با معرفت به دنیا آمده است. ایام کودکی و نورسی شاعر در زادگاهش گذشته خط و سواد ابتدایی را از معلمان محلی آموخته است. نقیب خان طغرل بعد در مدرسه طلاکاری سمرقند و یک مدت در شهر بخارا دانش خود را تکمیل می دهد و از علمهای گوناگون برخوردار می گردد. طغرل در دهه زاسون یک مدت به دهقانی و چارواداری مشغول می شود و برابر برقرار شدن حکومت شوروی در وادی زرافشان به خدمت حکومت نو می پردازد. شاعر سال 1918-1919 عسکران سرخ را همراهی و راهبردی می‌کرد. یکی از محاربه‌های عسکران سرخ برای اشغال دهه ویش به‌برار انجام می‌یابد و طغرل به تهمت گرفتار شده 28 ایون سال 1919 در دهه سنگستان ناحیه فلغر به قتل می‌رسد. نقیب خان طغرل در همین دهی زیبای زیبانمنظری زاسون تولد شده است و دوره نورسی و جوانی شاعری شیرین کلام در همین دهه گذشته است و بعد از آن در سن 26 سالگی تخمینا در شهر سمرقند و تحصیل می رود و در مدرسه طلاکاری سمرقند مدتی زیاده از 20 سال تحصیل علم می گیرد. طغرل یک شخصیتی بزرگی است، یک شاعری که است که پیوند کننده ادبیات کلاسیکی تاجیک، زنجیری پیوست کننده ادبیات سوویتی تاجیک و ادبیات امروزی فارسی تاجیک و سوویتی تاجیک است که شاعران و منقدان امروزه چنین در حق این شاعر بها دادند. آخرین شاعری کلاسیکی تاجیک است. محمد نقیب خان طغرل زندگی خود را هم در سمرقند و هم در همین دهه زاسون گذرانیده. بسیار وقت در دوره تعطیل در زادگاه خودشان میزیستند. بعدتر با یکی از کنیز دختران همین خاندان اسلام با نام اسلام خاندار بشوند. مدت 2 سال زندگی کرده، مدت 2 سال زندگی که فرزند که نمیشد از اسلام جدا شده و مسلمه اصلی دین و نام دختری که از دهه تامین بود خاندار میشوند. از این خاندار شوی یک تا فرزند تولد میشود و نام وی را خود ایشان مقدرخان نام کردگی و همانجا میگویند که مقدراتی من یک تا است، من یک تا فرزند میابم، دیگر فرزند نمیابم، بنابراین نام دختری آن مقدرخان است. طغرل برابر انقلاب رولوسی اکتبر پدیده های این دولت نو را قبول کرد و به خدمت دولت سوویتی درآمد و یکی از راهبران در همان دوره اولی تشکیل شوی دولت سوویتی رئیس کمیته آب و زمینی همین ناحیه فلغر به وادی فلغر و اولین شده پدیده های انقلاب را دستگیری کرد و به خدمت دولت درآمد. بسیار وقت این شخصیت در وقتی همین اجرای وظیفه های دولتی شد و وقتی که حرکت های بازپیچگری در وادی زرافشان آغاز می‌یابد با تشبث میری مشاسی میرسید احمد خواجه مشایی و قرباشی و حامد و اسرارخان بسیار تاخت و تاز کرده مردم را عزا می‌دادند. این قسم به نزد همان حکومتداران سمرقند رفته خواهش می‌کنند که با ما یک دسته عسکر دهید تا که همین مردم را از غارت باسمچیان نگاه داریم.
سال 1919 اسکرها را گرفته و طرفی فلغر رهسپار بشوند. در راه در باغستان سمرقند به خانه یکی از دوستانشان پدری عالم تورقل ذهنی و پدری همون کس رفیق بودگی اونجا خواب میکنن. پگاهی میگویند که ایشان وقتی جواب دادن باید یک بار دیگر مرمت که سمرقند آمده بید. این آدم از مرگ خودش باخبر بوده است. میدانست است که دروازه به رفته کشاده دروازه میگویند که وادی امید بی پایان فرصت نارسا. میروم با داغ حسرت این نگاهی واپسی بازگشت سمرقند دیگه نرفتن و با زیر تهمت ناحقی بعضی شخصیت هایی که این کس بسیار وقت حجب میکردن با شعر کمبودی ها شایی میگفتن با تهمت ناحق این کس پرانده شدن. سببش همین که همین بالای اسبشون با تیر بار بکنن خورجین با وقتی که با طرفی بیشب حرکت میکنن در دهه پاخود باسمچی ها سنگ میگیرن از توریده گریخته برود. اینها دشمن ها استفاده برده گفتن که این طرفدار باسمچی های تیرهای باسمچی ها بودن. بعدی پرانده شدنشون در موضع من همین باغ شمالی زاسون همان رو با قرار ترایکا پرانده میشوند. کماندیر شیتین این بود. بعد یک تیر میپرانن همون جای پرانده شدگی با نمازگزاری میکنن و طلاقتی زنشان میتن. کماندیر التماس میکنن که التماس من همین همسرم طلاقتش چم حالا یاش هست. بعد بنویسن که توی گل بعدی من بر هر کی میخواهد دلت بنشین که من چون لاله داغ زین چمن رفتم. این میگن طلاقتی عائله من. بعد پرانده میشن همونجا با اجازه نمیتن جسدشون رو بردن همونجا بالاشون سنگ گل میکنن همونجا خواب میکنن. پگاهی با اسب با تیرها پگاهی میخزن که پیشتی همین دروازه بی اسب اومده ایستاده است. تیرها هم خیلی ایستاده. شاید پراندن شهید شدن. در همین نقل میکنن که تمام این مردمی که از همین حادثه خبردار بود همه گریان شده که سخنوری بزرگ یک سخنوری توانای در عیان کمالاتشان رشته عمرشان بریدن. پیش از وفاتشون دختری تولد شده که با نام مقدره و پس 6 ماهی تولد این دختر نخیب خان طغرل رو به خط رسوندن. یگانه فرزند دخترشون مقدره. طور ذکر رفت نقیبخانی طغرل احراری یکی از شاعران زبردست و آخرین نماینده ادبیات کلاسیک تاجیک دانسته می شود. از نقیبخانی طغرل آثار زیادی گوناگون ژانر و گوناگون موضوع به میراث مانده است. دیوان طغرل احراری سال 1916 در مطبعه کاگان بخارا نشر گردیده است. آن 303 غزل، 9 مخمس، 3 مسدس، 8 قصیده، 1 مستزاد، 1 ترجیبند و یک چند مثنوی را چون ساقینامه و نوروزنامه در حجم 7385 مصرع فراهم آورده است. ایجاد شاعر زیاده از 7000 مصرع که از غزلیات عبارت است، مستدات و مخصمات که اساساً قسم زیادی این غزلیات و پیروی که از شاعران مشرق زمین بیدلی دهلوی و پیروی این شاعر نوشته و سبک هندی نام دارد و هنوز عالمان منقدان در اشعار این شاعری به زوال در توصیف و تفسیر این اشعار هنوز در جستجویند در ایجادیاتند. در سبک هندی از این عالم والاتر شاعری نیست و از همین معنی شعرهایشان برمیآید که این کس عروض عرب را به درجه عالیش میدانستند. در خلقی بودند. بسیار شخصیتی حاضر جواب، تیز خاطر و آلفته در لباس پوشی در همش آلفته و حاضر جواب بودگی. سمرقند با کوچه عطار با مگذارن و از شاعرانی من همین نوخلم میگن که ایشان رو بند میکنیم. بعد آمده من سر کوچه میسترم میگن که میگذشتم از کوچه عطار رو کردم هم. جوابش گفتن نکر همون هست من هم کردم که بوی یار راید بوی دیگر با من چیکار راید گفته شاعرای بند کرده گذاشته. بسیار آدمی حاضر جواب بودگی و در هم شخصیتی که نسبتی مردمی عادی خیلی مهر و محبتی بلند داشت.
خانه نقیبخانی طغرل که در دهه زاسون ناحیه عینی است، بنای است تاریخی و فرهنگی، درگاه است پر از علم و معرفت، تاریخ است برای آموختن و عبرت گرفتن. در خانه مذکور شاعر یک دوره زیادی حیات خود را در حلقه اهل عائله سپری نموده است. خانه با یک صنعت بلند هنر از جانب خود شاعر ساخته شده است. بنا از 3 حجره عبارت بوده، داخل حجره ها با مهارت خوب هنرمندی آرایش داده شده است. در اینجا سر و لباس و دیگر اشیای روزگار نقیبخان طغرل حفظ شده است و آثارخانه زنده برای ساکنان و سیاحان خارجی می باشد. خانه خود شاعر است، چون که با طرح نقشی خود شاعر نقیبخان طغرل این خانه بنا شده است، زیرا این خانه از زمین زیاده از 1.5 متر برداشته شده است. این فصاحت و ذهن و فراست طغرل شهادت میدهد. این خانه اصلاش اول برادرشان منصور خان گفتگی برادرشان میسازند، این کس در سمرقند بودگی کس میبینند طرح خانه معقول نمیشد. همین خانه یعلق عمارتی ساختگی و ویران میکنند، اصلا اینا موافقی طبع ضبط خودشان ساختگی همین خانه به زندگی میکردن. من همین جای و اینجا کتابخانه، اونجا جای کارشون بودم خانه چه در اونجا چطور شعر مینوشتن، اشعارشون ایجاد میکردن. البته در این خانه زیاده از 14 سال با زوجه اولی خود زندگی کردن، بنابراین فرزند نشده از اینها از زوجه جدا شدن و با زن دوم مدتی 5 سال در این خانه تا وقتی که به قتل رسیدن در همین خانه زندگی کرد. با مقصد پاس داشتن و گرامی دانستن نام شاعری زبردست نقیبخان طغرل از جانب حکومت جمهوری در کنار خانه استقامتی شاعر و جای دفن او مجمع محتشم بنا یافته است که مکان زیارت عارفان و سالکان و افشا کننده تاریخ و فرهنگ، سواد و دانش مردم تاجیک است. مجمع مذکور 18 اکتبر سال 2015 به افتخار 150 سالگی شاعر بنیاد شده است. در شفت حولی مجمع مجسمه شاعر خیلی محتشم قامت افراخته است. دکتر سال 1960 با قرار سالی اولی جمهوری سابق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان طغرل سفید کرده شد، همچون شاعری خلق که تا آن دوره دشمنی خلق می‌حساب بودند سفید کرده شد و از آن دوره اشعار طغرل، اولین اشعار طغرل سال 1964 محرری ناصر جان معصومی به طور رسید و بعد از آن این خانه همچون موزه شاعر دانسته شد و مقبره اولین برقرار کرده شد و تا این دوره طغرل را همچون شاعری آخرین کلاسیکی تاجیک اعتراف میکنند در تمام جمهوری تاجیکستان. و 3 مراتب جناب عالی اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و تشریفی و زیارت این قدمگاه جای مقدس آمدند و شاعری شیرین زبان را زیارت کردند. 150 سالگی ایشان با شکوه شهامتش قید کرده شد. مهمانهای خارجی بسیار در اینجا تشریف آورده بودند. امروز از نو شاعر زنده گشتند و امروز همین جایی که خانه موزه که ما در اینجا استادیم با دستگیری بواسطی جناب عالی از نو برقرار کرده شد. امروز زیارتگاه مردم فرهنگ دوستی نه اینکه جمهوری تاجیکستان بلکه دیگر مملکت ها هم هستند. سیاحان میان زیارت میکنن میدونن و یک چیز را قید کردنی هستم که ایشان با اشعار رنگین خودشان در قریب که در تمام دنیا مشهور شدگی.
ارزش عمومی انشاءات 5 میلیون سومانی بوده. مجموعه از آرامگاه شاعر، فواره، مجسمه برقد شاعر و ایوانی با اصول معماری ملی کندکاری شده عبارت است. طوری عیان گردید آرامگاه شاعر نوسازی شده با نقش و نگار ملی، کاشین‌ها، گچکاری و کندکاری آرا یافته است. مجسمه برقد شاعر را ارباب هنر تاجیکستان غفورجان جوراєв آفریده است. از تمام گوشه و کنار مشرق زمین، از ایران، از هندوستان، از افغانستان، از دولت‌های همسایه ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان همه به زیارت این شاعری شیرین کلام می‌آیند. همه از دوران زندگانی شاعران در اینجا، پایافزال شاعر، جامعه شاعر، سلی شاعر، همه از دوره‌ای که از خودشان مانده است. من این نمد از دوره شاعر مانده است. من این کتاب‌ها اکثریت از شاعر مانده است. یادگاری از شاعر نقیب خان تغرل مانده است. اگر استاد ابو عبدالله رودکی شعر کلاسیکی ما را آغاز نهاده باشد، با اطمینان میتوان گفت که نقیب خان تغرل احراری چون میراثبر اصیل استاد شاعران با ادامه بهترین سنت‌های نظم عالمگیر ما این دوره تاریخی ادبیات را یک نوع جنبست نموده است. برنامه صحیفه تاریخ بود با معلومات چند از مجمع تاریخی و فرهنگی خانه موزه نقیب خان تغرل.